با مداد 354 شروع میکنیم. این گلبرگمون رو میکشیم. نگاه کنید توی این گلبرگ رنگ زرد داریم، آبی سبز داریم، صورتی، بنفش، همه رنگا رو داریم. حالا با مداد 339 شروع میکنیم روی این گلبرگ رو دوباره رنگ کردن. با 314 یه نارنجی هستش، دوباره این گلبرگ رو لایه های بعدی رو روش میایم. البته بگم من اول کار یه لیمون 304 هم زدم که فرقی نمیکنه، میتونید شما آخر کار بزنید. این رنگ ها رو من لایه به لایه استفاده میکنم و اصلا عجله نکنید و این رنگ ها هی استفاده میشه. انقدر این لایه ها روی هم میاد تا ما به اون نتیجه دلخواهمون برسیم. الان با شماره 318 شروع میکنم لبه های کارمون رو به طرف داخل گلبرگ حالت دورانی رنگ میکنم. میبینید حالت کنگره میکنم. البته روی این دوباره باز رنگای دیگه میاد و این رنگای زیری، این لایه های رنگ باعث میشه که کار ما خیلی در آخر طبیعی بشه. در نقاشی مداد رنگی ما لایه به لایه کار میکنیم. یکی از اصولمون هستش و یکی از اصول دیگمون این هستش که فشار دستمون خیلی کمه. اگرم بخوایم به رنگ مثلا تیرگی که دلخواهمون که تو عکس میبینیم برسیم، انقدر لایه ها رو هی روی هم میایم تا به اون رنگ بالاخره برسیم. اصلا فشار به دستمون، به اون مداد یا رو مقوا اصلا فشار وارد نمی کنیم که کارمون زیباتر بشه. اگر حالا بعضی قسمت ها فشار وارد میشه، حالا من بهتون میگم، ولی تا جایی که میشه میخوایم کارمون مخملی بشه و اصلا به مداد به دستمون فشاری وارد نمی کنیم. الان همچنان با مداد 318 دارم این گلبرگ رو کار میکنم و روی قسمت های روشن نمیام. الان با مداد 326 هستش که یه رنگ سرخ خیلی خوشگله و من انقدر این رنگ رو دوست دارم و استفاده کردم خیلی کوچولو شده. و لبه های کار رو انجام میدیم. ببینید ما با تیرگی روی روشنایی‌هایی که زدیم دیگه نمیریم روی اون زردمون، رو آبیمون، رو هر چیزی که توی عکس میبینیم و این رنگ سرخ رو همجور لایه به لایه انجام میدیم تا به اون نتیجه دلخواهمون برسیم. و الان دوباره با مداد 339 شروع میکنم. دوباره روی این گلبرگ رو قسمت‌های روشناییش رو مخصوصا میام. الان با مداد 354 دوباره این کار رو انجام میدم. ببین اینا رو من لایه زیری هم انجام داده بودم، بعد دوباره روی نارنجی قرمزم دوباره این رنگ ها رو آوردم. این باعث میشه که این رنگ ها لایه به لایه خیلی خوشگل و مخملی میشه. الان با مداد 318 شروع میکنم قسمت های گلبرگ. ببینید مثلا یه قسمتی هم اگه طراحیتون اشتباه بود یا رنگ اشتباه زدید، میتونید با پاک کنه مدادی اون قسمت رو کم رنگ کنید، خیلی آروم پاکش کنید و دوباره رنگ کنید. الان دوباره با مداد 316 شروع میکنم یه گلبرگای دیگر رو اونچه که دارم در عکس میبینم انجام میدم. خب دوستان، یه چیزی رو من بگم که حتما توی نقاشی حتی با مداد رنگی فابر کستر کلاسیک یه پلیکروم سفید ما لازم داریم برای محو کردن کارمون، در مثلا اتمام کارمون یا قسمت‌هایی از کار، چون واقعا خیلی خوب محو میکنه و کارمون خب خیلی زیبا میشه. این لایه هایی که روی هم گذاشتیم با پلیکروم سفید یه نتیجه خیلی خوبی به ما میده. فابر کستر سفیدش اصلا چون حالت گچی هستش و روغنی نیستش، این بازدهی رو به ما نمیده. پس ما یه دونه مداد پلیکروم سفید لازم داریم و ارزش هم داره. ما با همین مدادهای فابر کستر و یه پلیکروم میتونیم نقاشی خیلی حرفه‌ای انجام بدیم.
الان دوباره با مداد 318 شروع میکنیم طراحیمونو. حالا یعنی منظور که روی اون قسمتایی که حالا با مداد کشیدیم رو میکشیم. اینم بهتون بگم که اگر طراحی کردین و طراحیتون قسمت تیره هستش و مداد رنگیتون بره روش حالت بدی میشه، با پاکن خمیری طراحیتون رو کم رنگ کنید، روش بزنید، بردارید این کم رنگ بشه، بعد با مداد رنگی روش بیاین. و برای اینکه ما طرحو گم نکنیم، حالا با روشن یا با تیره بستگی به عکسمون داره، این طراحیمون رو روش میایم که گم نکنیم. حالا اگر من حتی روش نیومدم، حالا توی این آموزش‌های دیگه شما حتما روی اونایی که با مداد کشیدین یا کم رنگ کردین با پاکن خمیری، حتما با مداد رنگی روش بیاین. الان دوباره با مداد 318 بعد حتی محو کردن دوباره یه مقداری روشنایی، دوباره یه مقداری سرخی نارنجی میه. حالا میریم سر گلبرگ‌های بعدی و هر چی که توی عکس میبینید همونو لایه به لایه انجام بدیم. الان مداد 354 رو میزنیم، بعد 314 رو دوباره میاییم و همینجور دوباره مثل گلبرگ قبلی اینا رو لایه به لایه انجام میدیم و به عکس خیلی نگاه کنید. حالا من یه قسمتی که حالا عکس آوردم که ازش استفاده کنید، ولی اگر عکس رو پرینت بگیرید، پرینت رنگی بگیرید یا کپی رنگی بگیرید یا روی تبلت یا گوشی دیگه ای داشته باشین، بخواید همزمان کار کنید، اونو نگاه کنید و انجام بدید. این خیلی مهمه، به عکس خیلی نگاه کنید که هر جا تیرگی داره، روشنایی داره، اونا رو بزنید. الان با مداد شماره 318 شروع میکنم دوباره روی این نارنجی که زدم روی عکس نگاه میکنم کجا تیرگیش بیشتر هستش، همجوری حالت دورانی روش میرم. الان از 319 استفاده میکنم و اون چیزی که دارم تو عکس میبینم و انجام میدم. ببین شما اگر همراه من انجام بدید راه میافتین. شاید یه خورده الان براتون این باشه که چه رنگی بود، چی شد. الان مثلا ما 304 استفاده کردیم، بعدش هم 326 رو استفاده کردیم. اینا انقدر تکرار میشه که شما براتون دیگه عادی میشه، یعنی خیلی راحت خودتون میتونید انجام بدید. اولش یه مقداری شاید گیج بشین، بگین این رنگو زد، اون رنگو زد، کدوم قسمت، ولی با تکرار، با تمرین، با انجام این آموزش یا آموزش‌های بچه‌های دیگه و اساتید دیگه، خیلی راحت میبینید بعد از مدتی مثلا خودتون دیگه دستتون میاد کجا چی بزنید، چه رنگی رو بزنید. و من با این کاتالوگ رنگی که اینجا گذاشتم و شماره ها رم زدم، خیلی راحت میتونید از روی اینا، روی اینکه بالا نقاشی رو میبینید و این رنگ هم شماره هاش هستش، میتونید استفاده کنید و نقاشی رو جلو ببرید. به عکس هم خیلی نگاه کنید، همه چی میگم لایه به لایه هستش، به خاطر همین کار خراب نمیشه، چون ما فشار دستمون کمه و لایه به لایه داریم کار میکنیم و امکان اینکه کارمون خراب بشه خیلی درصدش کمه. الان از شماره 319 استفاده کردم. داخل حالا این گل یه مقداری روشناییاشو میزنم. میگم بستگی به طرحمون داره، یه وقتی ما تیرگی میاریم، یه وقتی روشنایی میاریم. بعد ببینید که کدوم مناسب تره، ولی این لایه لایه کار کردن و فشار دست کم باعث میشه ما خطامون خیلی کمتر بشه. اگر اشتباهی کنیم خیلی راحت قابل جبران هستش و به نظرم بهترین روش هستش. حالا از دوباره 314 استفاده میکنم، دوباره روی این سرخی ها میام
و به عکس میگم باز نگاه میکنیم، میبینیم الان 314 کدوم قسمت ها داره. میگم اگر مثلا از 314 شما به 316 استفاده کنید، ولی چون ملایم دارید کار میکنید، فشار دستتون کم هستش، هیچ اتفاق بعدی نمیفته. مهم این که لایه به لایه کار کنید. الان 318 رو برمیدارم، با 318 با حالت دورانی دایره‌ای این رنگای، اینم بهتون بگم که رنگا رو با حالت دورانی میتونید بکشین. یعنی مثلا شما با این 318 میتونید اون نارنجیتون رو یه مقدار بکشین. میبینید گلبرگای خورده‌ای مثلا زردی دارن، بعد این زردی نم نم نارنجی و بعد سرخی اومده، به همین حالت هستش. قسمت هایی که باز میبینید تیرو همراه باز پاکو مدادی استفاده کنید. الان از 319 استفاده کردم، بعد 304 استفاده میکنیم روش رو. میتونیم میگم با رنگ روشن رنگای تیرمون رو یه حالت محو کنید. شما الان این 304 رو روی این 318 اگر بکشید هیچ اتفاقی نمیفته، به غیر این که اون رنگ 318 تون خیلی شکیل تر میشه، چون این 304 داخل این گلبرگ هست، این رنگ هست، پس اتفاق خیلی خاصی نمیفته. الان از 316 استفاده میکنیم، روش 304 میاییم. این باعث میشه که این رنگمون هم محو بشه هم خیلی زیبا بشه. الان با 326 318 میگم یکی که اگه فیلم رو استوب کنید یا آهسته کنید کاملا مشخص. الان با شماره 316 داخل این قسمت ها رو میکشیم. میگم به عکس نگاه کنید، این خیلی مهمه و لایه لایه، فشار دست کم و با سر فرصت میتونید نم نم هی تیرگی بیارید، اون قسمت های تیرگی رو هی لایه لایه روش بیاین تا تیره بشه. الان 329 استفاده کردم، 26 ببخشید من یه جایی 29 میگم، بشه 26 استفاده کردم. و اون قسمت هایی هم که روشنایی هستش از 354 استفاده شده، این روشنایی که به سبز آبی میزنه. از 326 استفاده میکنم، یه مقدار تیرگی ها رو میزنم. حالا با لیمون 304 مون میتونیم اینا رو یه مقدار تو هم محو کنیم. باز اینجا از 326 دوباره لایه ها رو میرم، اینجا 318 دوباره روی اون قسمت هایی که میبینیم نارنجی داره، سرخی داره، روی اینا میام. ببینید این لایه لایه کار کردن شاید یه مقداری الان براتون گیج کننده باشه، بگیم مثلا با 2 تا رنگ میشه همینو در آورد، ولی این لایه لایه کار کردن خیلی کارو خوشگل و طبیعی میکنه. با وجود این مدادا که حالا اصلا یه سری مثلا این مدادا رو کار نمیکنن، 326 کار نمیکنن که یعنی مثلا میگن اینا حرفه‌ای نمیشه، اینا خب اینجور میاد، در صورتی که نه، اینا مدادای خیلی خوبی هستین فابرکستر و شما میتونید با حوصله به خرج دادن اون کار دلخواهتون رو به دست بیارید. الان از 319 استفاده کردم، یه مقداری بنفش زدم. میگم کاتالوگ رنگ های اینجاست، شما هر رنگی که تو دست من ببینید یعنی متوجه میشید کدومه. الان با 314 گلبرگمو میزنم که انقدر اینا تکرار میشه توی یه مدل و دیگه شما که خودتون آخر کار میبینید که شما تشخیص میدید 314 316 318. میگم مهم اینه که لایه لایه کار کنید. یه سری میگم اصلا این مدادا رو استفاده نمیکنن، یعنی اینایی که حرفه‌ای کار میکنن میگن این مدادا کارو حرفه‌ای نمیکنه، در صورتی که با لایه لایه انجام دادن چه اینا چه این مدادا چه مدادای پلیکروم
اگر لایه لایه انجام ندید کار شکیل و زیبا نمیشه. الان مداد دوباره 339 استفاده میکنم، 326 تیرگیاش رو میذارم و با 337 بنفش باز اون تیرگیای بیشترش رو میذارم. حالا الان با مداد 318 شروع میکنم دوباره طراحی های بعدی رو، خطاشو، سایه روشناشو با این مداد شروع میکنم. ببینید من هر گلبرگ رو مثلا میبینید از روشن شروع کردم، از تیره شروع کردم، اصلا فرقی نمیکنه، مهم اون بازدهی کار ما هستش. بعد فقط میگم این لایه لایه کار کردن مهمه. ببین بعضی جاها مثلا میبینید لیمون زیر هستش، روش رنگ تیره میاد، یه زیبایی داره. بعد میبینید لیمون رو روی کارمون برای محو کردن میایم میبینیم مثلا یه زیبایی دیگه ای داره، ولی در آخر یه چیز طبیعی، گل طبیعی، نقاشی طبیعی به ما میده. من لبه‌های این کار رو با 319 کار کردم. الان با مداد شماره 318 و دوباره 319 اینا رو میزنم. میگم من به خاطر ضیق وقت نمیتونستم آروم، خیلی دوست داشتم خب این آروم بگیره و من توضیح بدم، ولی خیلی طولانی میشد. الان با همینی که مثلا سرعتی کردم 4 پارت شده، ولی فکر میکنم که یعنی خود من باشم همچنین پکی، خب خیلی خوب میتونم ازش استفاده کنم. از شماره 337 برای سایه زدن، یعنی ببین الان این گل توی دست حالا یه خانومه این سایه انداخته روی اون سرخی گل. این سایه رو ما با بنفش تیره شماره 337 نشون میدیم که بگیم که ما الان مثلا با 326 هر چقدر هم میخواستیم فشار وارد کنیم این تیرگی رو به ما خب نمیده، خب کارمون زشت میشه. الان با 319 روش میام یا حالت محو بشه، دوباره با 326 دوباره روی این گلبرگ یه سرخی خیلی زیبایی میده که هم برای ما یه حالت سایه داره روی گلبرگمون که سایه افتاده، هم که خیلی خوش رنگ میشه و لایه لایه هم کار شده. همچنان با 326 اطرافشو که دیگه اینجا تیرگی ها بیشتر هستش با 326 کار میکنیم. از 319 دوباره شروع میکنیم. قسمت هایی که توی عکس میبینیم به این رنگ هستش رو میزنیم. حالا الان از 316 استفاده میکنیم، روی صورتی ها رو میزنیم و در آخر هم که 304 رو میزنیم یه حالت محو بشه و با 326 دوباره میایم یه خورده با فشار بیشتر روی این تیرگی ها رو میزنیم. ببینید من انقدر رنگ ها رو هی رو هم استفاده میکنم تا به اون نتیجه که میخوام برسم. باید واقعا توی نقاشی با مداد رنگی، کلا تو نقاشی کردن باید صبور واقعا باشیم. الان با 366 سبز 366 شروع میکنم، یه حالت ساق از گلبرگ رنگ میکنم و با 304 روش میام، دوباره همون سبز استفاده میکنم و برای سایه هاش دوباره از بنفش استفاده میکنم. بنفش 337 یه بنفش خیلی خوبی هستش برای واقعا سایه زدن. حالا شروع میکنیم با صورتی 334 یه مقدار میزنیم و الان نارنج 318 یا قرمز 318 روش میاریم و لیمون حالت محوش میکنیم با 304. بعد دوباره با 314 روش میاریم.
دوباره با بنفش 337 قسمت های سایه رو میزنیم، هر جور که تیرگی داریم رو میزنیم. حالا با مداد شماره 383 بیس دستمون، پوست دستمون رو میخوایم بزنیم که این دست رو به بالا هست، بالای 60 هستش و یه روشنایی هم البته داره. خیلی با فشار کم 383 رو به تمام قسمت ها میزنیم. حالت سعی میکنیم دورانی کار کنیم. کلا تو مداد رنگی من حالت دورانی کار میکنم و این بیس کار رو کاملا این قسمت رو با همین رنگ میزنم. حالا با شماره 378 که یه قهوه‌ای هستش که یه خورده سرخی داره، تو تصویر هم هستش، شروع میکنیم روی همین یه لایه میایم قسمت های تیره ترش رو میزنیم که توی دستمون هستش. خیلی میگم خیلی با فشار کم که اگر یه جایی هم اشتباه زدین لااقل خیلی نمایان نباشه یا خیلی کارتون زشت نکنه و بشه جبرانش کرد با رنگای دیگه، یعنی لایه های دیگه‌ای که میایم. هر جور که قسمت تیرگی میبینیم میزنیم. من بیشتر مداد رنگی رو ترجیح میدم حالت دورانی کار کنم، خیلی کم پیش میاد حالت خطی کار کنم. شما هم سعی کنید خطی کار نکنید مگر اینکه مثلا اشیا باشه. حالا از 318 استفاده میکنیم و قسمت سایه گلمون که روی دست افتاده میزنیم. ببینید ما الان بیس کارمون رو زدیم، بیس دست رو زدیم و بعد الان میایم سرخ رو کار میکنیم که این سایه‌ای که رو دستمون افتاده سرخی داشته باشه. حالا از 339 استفاده میکنیم و دوباره روی سایه ها، روی تیرگی ها میام، یه مقدار روی روشنایی ها میایم و روی سایه گلمون که توی تصویر هستش و از 319 استفاده میکنیم. همه رو با این به حالت فشار خیلی کم یه حالتی محو میکنیم، یعنی سعی میکنیم اینا با آروم زدن 319 رنگای دیگر هم با هم دیگه یه مقداری ترکیب کنیم. حالا از 316 استفاده میکنیم دوباره و روی این قسمت میاییم. ببینید روی دست، روی پوست یه مقداری ما نارنجی سرخی، یعنی رنگایی که توی گل هستش رو روی دست ما میبینیم، یعنی یه جوری انعکاسش رو میبینیم و تو نقاشی اینا رو باید رعایت کنیم که در آخر یه نقاشی طبیعی نسبتاً داشته باشیم تا اون جایی که میشه. اینجا از رنگ پوست استفاده میکنم 330 و روی کار میام، روی قسمت پوست میام و این سرخیاب و نارنجیایی هم که زدم یه مقداری با این رنگ یه حالتی میشه که پوستی که روش سایه گل نشسته. اینو به تمام قسمت ها میزنیم، روی تیرگی ها و روشنی ها میزنیم با فشار دست خیلی کم. خب همچنان این رنگ رو ادامه میدیم و قسمت های دیگه پوست دست رو میزنیم. این رنگ پوست نسبتا خوبی هستش و ما نوک مدادم باید کاملا تیز کنیم و منافذ داخل حفرهایی که توی کاغذ هست پر بشه. البته این حفره بهتره که با رنگ روشن پر بشه. حالا 318 برای ناخن،
316 برای سایه که از روی گل روی ناخنمون افتاده. این قسمت دست رو من از کادر انگار بیرون رفته بود و من فیلم گرفتم، ولی الان میگم به چه صورت هستش. ما همون بیس کار رو 383 رو زدیم، بعدش رنگ بنفشمون رو، قسمت سایه هاش رو، تیرگی هاش رو با 337 زدیم و یه مقدار 319 صورتی زدیم و در نهایت هم رنگ پوست 330 رو زدیم روی تمام قسمت ها. این قسمت ها هم که همه با رنگ های سرخی که توی گل استفاده کردیم، 314 نارنجی 314 316 318 226 اینا رو همینجور باشون بازی میکنیم و حالا تو فیلم کاملا مشخص هست. شما میتونید استوب بزنید یا به صورت از روی ستینگ دستگاه فیلم رو آروم کنید، چون من خودم مثلا بخوام یه چیزی آموزشی ببینم این کار رو میکنم که بتونید شماره مدادا رو بردارین و مراحل کار رو ببینید. ولی در نهایت همه همینجورم که نگاه کنید مشخصه. الان با 339 و در آخرم با لیمون روش میام که قسمت رو محو کنیم و این روشنایی رو نشون بدیم. الان با 318 دوباره سایه گل که رو دست افتاده رو میزنیم و قسمت که سرخی میبینیم رو میزنیم. به همین روال کار رو ادامه میدیم با مداد 318. ببینید دیگه من رنگا رو گذاشتم، شماره هاش هم گذاشتم. شما فقط یا استوب بزنید یا فیلم آروم کنید و مرحله جلو برید. این رنگ پوست به همین صورت است، قسمتی که سایه داره از سرخی و بنفشی و دیگه رنگ قهوه‌ای استفاده میشه، رنگ پوست استفاده میشه که این تیرگی ها رو بیشتر نشون بدیم. ولی رنگ پوستمون یعنی شماره 330 رو حتما باید بعد که این رنگ ها رو زدیم حتما باید بزنیم. از رنگ سفید پلیکروم هم که گفتم در هر تیکه کار میکنیم خیلی ملایم روی کار میکشیم تا رنگامون محو بشه. بعد دوباره ببینیم ضعف کارمون کجاست. اگه مثلا رنگ پوست میخواد همینجور دوباره